من برای تمام مادرها و خواهرها، برای تمام آن کسانی که این عملهای نادرست اجرا میکنن، برای شما خبردار میسازم. حبیب خدا میگوید ان المیت یعذب فی قبره بما نیح علیه. کسی که در قبر گذاشته می شود، بالای او اگر سخنهای داد و ویلا گفته شده باشد، یقینا به خاطر این سخنها خدا او را عذابش میکند. امروز معرکه های ما را مادرها و خواهرها به گریه و به نغمه و به غزلخوانی و به این قناعت نکردن، به نوحگری آرا و تارا میدهند. اینا با خدا جنگ میکنند، اینا ناراضگی در حکم خدا بیان میکنند. شما میخواهید که در عذاب خدا روبرو شوید و گریه و یا برای شما گریه کنند، لکن جمله های نادرست به زبان نگویند. تو رفتی ما را به کی ماندی؟ تو رفتی ما چیکار میکنیم؟ توی پاها تا دراز کردی، تو زیب خانه ما بودی، آخر دیگر ما چیکار؟ ما با کی تکیه کنیم؟ این جمله ها کفرن برادرای عزیز و گرامی. این پیغمبرها گذشتن، فرزندای ما چیکار کردن؟ این قدر دوستای خدا گذشتن، اونا چقدر حیات به سر بردن. و خالق الله هست، رازق الله هست، همش الله هست. حبیب خدا میگوید عذابتان میدهد خدا در قبر اگر نصیحت وصیت نکنید که بچم بالای من این خیل داد و ویلا نکنید. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث های مبارک میگفت که لیس منا من ضرب الخدود و شق الجیوب و دعا بدعوى الجاهلیه. ببین از ما نیست که پیغمبر خدا کیها؟ آن کسانی که چهره هاشون میکنن، کرته هاشون میدرانند و داد میگویند مثل دوره های جاهلیت. اینا از امت من نیستند، اینا از شفاعت من محروم هستند. مادرای عزیز، من برای شما یک وعید سخت، خواهرای عزیز بسیارتر اینها این عملهای نادرست سر میزند. حبیب خدا میگوید روز قیامت زنی که در دنیا النائحة اذا لم تتوب، ببین اگر زنی نوحگری که در دنیا توبه نکرده از دنیا گذرد، تقام یوم القیامت علیها سربال من قطران. حبیب خدا میگوید روز قیامت خداوند این گونه زنه یک لباسی سیاه میپوشاند که تیز علاوه میخبد، مثل امروز سینتتیکایی که اگر اطراف نزدیک علاوه میروی در میگیرد، انا همون خیل لباست میپوشاند. و درع من جرب، و یک لباسی سربی میپوشاند و با همین لباس این گونه زنها را خدا روز قیامت عذاب میدهد. از این خاطر ما باید مرد باشد زن باشد با این عمل اگر چنگ میزند پیشگاه خدا در فردا البته عاصی و گناهکار هستند. ما راضی هستیم در حکم خداوند، خواه پدرمان، خواه مادرمان، خواه برادرمان، خواه یار و رفیقمان، هر کسی را که میگیرد حکم خودش است، دنیای خودش است، ملک خودش است، اختیار خودش است. چی جای ناراضگی از جانب من میشود؟